اومدید به ویدیوی جدید. امروز یه مهمون جدید داریم، آرمان. امروز ویدیویی که ما داریم 3 تا کیندی خریدیم. 3 تا کیندی هر کدوممون خریدیم و باید آنباکسش کنیم. ولی اشتباهی که من کردم یه دونش 2024 داره اومدش. چطوری گیر آوردی؟ نمیدونم کجا پیدا شد واقعا. عجیب. بریم که شروع کنیم. سنگ قیچی میکنیم که از چی اول شروع کنیم؟ یه دونه یه سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. من شروع کنم. برای همیشه شانس خوبیه. کدوم خوبی بنفشو باز میکنه. بذار باز کنیم. چی در آخر نه چشم فکر کنم یه دونه خوبه. اول به بچه‌ها نشون بده. آشه وای و من سرمو میبرم بالا نمیبینم ولی خیلی استرس دارم. وای من مجبورم ببینم. باید ببینی. شانسم خوب نبود دوستان. شانسش خیلی بد بود و خیلی بد. ادوانس کوچ. کوچ کیه؟ نمیشناسم. آره این بازیکن‌های بدی در اومد. خب حالا نوبت من. استیکرها چیه؟ استیکرش سیگنیچر هرناندز و میذاریم اینجا ریوالدو. خب نوبت منه. این به درد نخورترین چیز جهانه. باز کنم 2024 باز کن. اول 2024 من همه این چیزا رو میذارم اینجا که بعدا قاطی نشه. این آنباکسرها رو دیدی؟ لوز بچه باز هم نیست. فکر نکنید ما از قبل باز کردیم. بله اصلا حوصله نداریم باز کنیم. چرا باید باز کنیم و ببندیم؟ همون دیدید که اگر من می‌خواستم که باز کنم این کارت بهتر می‌ذارم. من که این اصلا برای مهم نیست. بابا همه شانسمون بده. دروگبا بلکه یه 20-25 تو کاش داشت باشه. و لوئیس دیاز خیانتکار. بدبخت دیگو جوتا. پدری سیگنیچیز و اینو که لوئیس اسمش نمیشناسم. خب حالا اینا رو میکشیم من باز کنم. بخوام مسی رو باز کنم بهش که مسی فنا. خودم مسی فن نیستم ولی منم رانالدو فنم قطعا. مسی فنا کامل. وای فکر کنم سیگنیچر در اومد. سیگنیچر در اومد. ببخشید بچه‌ها. نگاه نکن تو خودت. وای بده من بهت نشون بدم. نه سیگنیچر وای برچسبش اومد. برچسبش من در آوردم. نه من در آوردم. سیگنیچر هرناندز. خب و که منم اینو تو برچسبش در آوردم. نه من بودم. ریوالدو. این برچسب دقیقاً همون برچسبه همه برچسبش. خب نوبت منه. کدوم چقدر به هم ریخته شد. من احساس میکنم آبی باز میکنم چون بنفش کنم خوب باشه. این مزخرفترین چیز جهانه. دقیقاً هیچ چیزی به دردی نمیخوره. باز کنم. بذار برچسبشو نمیخوام نگاه کنم. تو فقط میدونی چی شد؟ 3 تا برچسب توشه. رسید نشونه. نه این کوچ قبلیه. اینو داشتیش. دی نمیخوام نگاه کنم. این که فکر کنم چیز خودشه. وای استرس. وای 100 پونی داد نزد بدبخت رو. 100 بلانینی باورم نمیشه. خدای به منم یه کارت سیلور لیمیتد بیفته. سیلور لیمیتد بیفته. من خیلی خوبه این. الان چه شانس میگم داری. من آخرین شانسمه. وای کاش 4 تا می‌خریدم. و این همش میگفتم 4 تا کیندی بخرم گفت 3 تا بگیرم. خسیس باشگاه بارسا. کلاب بارسا. خب آخری تو باز کن ولی نگاه نکن. الان قاطی شد که اینطوری. نه اینا برای من. وای استنداشم که مهم نیست بچه. وای نگاه نکن. بده من داد باز. نه فکر کنم خوبه. وای خدای سیلور نیست. فکر نکنم. وای استرس دارم در حد کلاب چلسی. خوبه بد نیست. کلاب چلسی و چیزه چیه مادیسون. پشمون برچسب سیلور نمیده. کن واقعیش بود. میپردم هوا. برناندو سیلوا. این بهترین برچسبه. آخری و آخرین چیز دنیا. چیز دنیا که حتی فکر کنم خوب نیست. من اینا رو مرتب کنم. نمیخوام نگاه کنم. از گهش سعی دوباره همونه.
از کجا خریدی؟ چرا همون افتاد و کوچ خوبه با فرانسه. میای تاق بزنی؟ آره میای تا بزنیم یکیشو. آره خوش. بچه ها این بود از این ویدیو خیلی کوتاه. راستی برچسب کپای نمیدونم کی بچه ها برچسب نمیدونم کی بچه ها ویدیو لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. یک چیزی بگم راستی من قبلا یه چنل داشتم بعد توش تو آپارات بچه بذار راستی من بگم دیگه میگم بذار بگم قبلا یه چنل داشتم توی آپارات فالوورم زیاد داشتم تعریف از کلا 300 تا داشت 350 تا 349 تا خب همون بعد ویدیو رو همش پاک کردم به خاطر مدرسه دیگه حوصله نداشتم و دیگه خوشم نیومد حالا به خاطر اصرار عطا اومدم اگر لایک های این من میگم اگه لایک های این ویدیو 200 تا برسه اصلا طرف من 200 تا برسه یه کاری میکنم چنل بذاره اسمش بزنه عطا وایب. نه دیگه نه دیگه خب میشه من خدافظی میکنم ها میشه من خدافظی میکنم. خداحافظی کن بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. راستی یه چیزی هم بگم رکورد دیگه درست آره داره آقا الان خیلی صدا داد زدیم میکروفونم خیلی نویز افتاد همه خیلی صدا بد شد و اینکه خیلی داد زدیم دیگه بخصوص کارتای صد چیز کارتو تا صد یه جور. آره اگر دیگه صدا بد بود و اینا ببخشید میکروفونم خیلی نزدیک بود دادم زدیم. بچه ها تا ویدیو بعد فعلا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چنل من دنبال کنید زنگوله نوتیفیکیشن روی آل بذارید تا هر وقت ویدیو گوشم یوتیوب بهتون خبر بده که من ویدیو گوشم و بیاید ببینید. فعلا خدا حافظ.